خانم محسنی چند تا بازیگر گیلانی نام میبرم تو ژانر کمدی هستن، شما بگین که به نظرتون کدوم بهترن؟ جابر وثوق یا مهدی تونکامونی؟ جابر وثوق. جابر وثوق یا ارشد امیراسکندری؟ وای بمیرم، من نمیدونم چه بگم. ارشد امیراسکندری یا فاطمه هاشمی؟ ارشد امیراسکندری یا مریم جدیدی؟ مریم من خیلی دوست دارم ولی ارشد امیراسکندری یا مجتبی دهقان؟ ارشدم خیلی دوست دارم، خودت میدونی چقدر برای من عزیزه، ولی مجتبی دهقان. مجتبی دهقان یا حمید لولایی؟ استاد خیلی باش خاطره دارم، خدا مجتبی رو خیلی میشناسم. حمید لولایی. حمید لولایی یا مرجان گلچین؟ مرجان گلچین یا سعید نعمتی؟ آی چه زن و مردش کردید بابا. مرجان گلچین یا نعیم نظام دوست؟ مرجان گلچین یا حامد آهنگی؟ حامد آهنگی یا محمد هندی؟ نکنید این کن. وای محمد هندی یا رضا نظری؟ دیگه مثل رضا وجود نخواهد داشت. رضا نظری.